خب چک کردیم بچه ها؟ روی همین چارتی که الان زدیم بیایم یکم ریستر شیم. الان ما اینجا اومدیم توی همین چارتیم دیگه، اومدیم فیبوناچی رو برای این رسم کردیم تا همینه ها، درست؟ و درست هم کار کرد برامون، اوکی بود. حالا بیایم یکم ریستر بشیم. فکر کنیم ما نمیخوایم مثلا بازه این همه مدت رو بزنیم. حالا تو تایم فریم 1 ساعته ایم، اینم مثلا بوده از 10:30 شب تا مثلا فردا ظهر ساعت 12. ولی میخوایم بازه رو مثلا کمتر بکنیم. حالا رو تایم فریم 5 دقیقه هم شما بذارید این موضوع تقریبا توی نیم ساعت 1 ساعت اجرا میشه. ولی در این حال بیایم روی اینها مثلا اینجا تست کنیم. اینجا این دوتا رو من پاک کنم. این چارتمون فعلا تا اینجا یه ریزشی اینجا داشته، درسته؟ پس یه فیبوناچی میگیریم از اینجا تا اینجا، درست شد؟ بازم خطوط حمایت مقاومتمون رو نگاه بکنید، اینو از قبل کشیدیم دیگه، اصلا یادمونم نبود. ولی دقیقاً با نقطه‌ای که تقاطع داشته با خط نیم نقطه برگشتمون بوده، درست شد؟ این که از این پا برجاست. حالا ما رسیدیم به نقطه نیم. نقطه نیممون تقریبا قرار بود 200% به ما بده. پس یه فیبر تریسمنت دیگه از این تا این میکشیم. بیایم ببینیم تا 200 بهمون داده یا نه. این هم تا 260 تازه بهمون داده. 200 میشه اینجا، درست شد؟ یعنی من اینو اگر باز کنم یه دونه اینجا 200 بهش اضافه کنم، عدد 200 دادم، 2 بهش اضافه کنم، اینم میشه 3 و 4. من 300 400 دادم، اینم 3 و 4. نیا کنید این نقطه 2 دیگه، درست شد؟ دقیقا تو همون پله اولم نقطه 2 رو زده. همه متوجه شدیم بچه ها؟ این خیلی مهمه ها، ولی تا خودتون تست نکنین فایده نداره. من 100,000 تا مثالم بزنم همینه. خودتون باید تست کنید با توجه به همین قله در راهی که در میاریم. یه مثال دیگه، این از اینجا الان ریزش کرده، این کف، اینم تا اینجا. اصلاحمون تا 382 بوده. 382 رو گفتیم تا چند برمیگرده؟ تا 261. از این بیایم دوباره بکشیم، این کف، این سقف، این هم 261 تا اینجا بهمون برگشته. میبینید بیشتر هم برامون برگشته. حل شد، یعنی تا 300% هم برامون اومده، ولی ما حالا 261 رو در نظر گرفتیم. این هم مثال سوم چهارمی که درست اجرا کرد. یه تایم فریم کوچیک‌تر هم بیایم بریم رو تایم فریم پایین‌تر هم تست کنیم. اینم اینجا بیایم رو تایم فریم مثلا 15 دقیقه‌ای تست کنیم. من میام عمدن عقب‌تر که نتیجه رو بتونیم ببینیم ها، اگر نه اینجا هم میتونستیم تست بکنیم. این هم فرضاً همینجا، چیزی که یه ریزش خیلی کوچولوی دیگه، یک اصلاح خیلی کوچولو اینجا داره، اگر جواب بده البته.
ما یه فیبوناچی از کف این میذاریم تا سقف این. خب نریخته تا اونجا، قابل اجرا نیست برای این، چون این حداقل باید با این تا اینجا می اومد. این هیچی. این یکی دیگه، ببینیم روی این چجوری کار کرده. این کف، این قله تا کجا اومده برامون؟ نیم. اگر درست باز می اومدیم خطوط حمایت مقاومت قدیمیمون رو هم می کشیدیم اینجا، برامون مسجل می شد خطوط حمایت مقاومتمون. یکی اینجاست مثلا، می بینید یکی اینجاست مثلا، بیایم اینجا بذاریم. اینا خطوط حمایت مقاومتمونه دیگه. دقیقاً توی اینم تا نیم اومده دیگه، تا همون جایی که بهمون گفته اومده. از نیم گفتیم اگر تا نیم بیاد، چه این یکی چه این یکی، اصلاحمون میشه تا 200. اینم از اینجا، از سقف تا اصلاحمون. اینم اصلاح. دومون ببینیم پر شده. اینم 2. درسته؟ 3 و 4 و اینا همه رو گرفته برامون، ولی ما تا 2 برامون بسته. همین قدر ما بگیریم برامون، همینش هم که بگیریم تقریبا چقدر داده؟ از اینجا بوده دیگه، ما اینجا وارد شدیم فرضاً تا همین 2، نگیم تا 2، کمتر از 2. تا اینجا بازم بهمون 10% سود داده دیگه، بسمونه. این هم یه مثال دیگه توی تایم فریم های پایین تر. ترند بیس فیبو هم شبیه اینو میکنه، 3 نقطه اینه، شبیه اینو میکنه، ولی اعدادی که به این روش در میارین دقیق تره. اگر نه ترند بیس فیبو هم شبیه اینو میکنه. تست کن بازم با هم، توی همین میتونی استفادهش کنی. یک کف یا یه سقف، یک کف یه سقف، مثل اون دقیق عدد، مثل اون عددی که من به شما دادم نمیده. این چیزی که اینجا ما داریم الان داریم میبینی از توش چی میتونی دریاری. نمیگم کار نمیکنه ها، بازم خطوط حمایت مقاومتی رو بهمون میده، سقف و کفا رو، ولی همین 2.618 رو بهمون داده. ولی اون متد دقیقی که ما تا این خط در آوردیم شما به هیچ روشی غیر از این روش که من گفتم نمیتونی در بیاری. این هم بهت گفتم فکر نمی کنم رو سایت های ایرانی یا آموزش های ایرانی چیز رو پیدا بکنین هم چیزایی رو بهتون بگه، ولی چون چیزاییه که ما تجربی معمولا به این نتایج میرسیم روی حالا تستایی که توی چارت های مختلف میکنیم. من انقدر اصرار میکنم چارت های مختلف رو باز کنید، برید گذشتهش رو نگاه بکنید، فقط مال همینجور موارده. برید باز بکنید، گذشتهش رو نگاه بکنید، 4 تا چیز مختلف رو با هم تست کنید. یه بار میبینید شما 3 تا فیبوناچی رو کنار هم جوین میکنید، یه چیز بهتر از این که من در آوردم هم پیدا میکنید. این هم از این. خب تا اینجا اگر سوالی هست بگید، اگر نه بریم کم کم سراغ فارکس. سال خب فارکس، فورین اکسچنج، بازار مالی جهانی، طبیعتا مخففش میشه فور ای اکس، میشه فارکس، فارکس اکسچنج. مخفف اون در واقع بازاری که ما ازش استفاده میکنیم. بازار فارکس یک بازار 24 ساعته در 5 روز هفته هست، دائما قابل استفاده و قابل فعالسازی هست، ولی کن
چون تکمیل شده از بازارهای مختلفی که در سطح دنیا دارن توی ساعات مختلف روز کار میکنن، توی یه ساعتایی یه سری از در واقع کشورهای مختلف وارد بازار میشن با توجه به ساعتی که داره توی اون کشور ساعت رسمیشون هست. توی یه سری ساعتها از بازار خارج میشن به خاطر شب و روز، یا به عبارت دیگه بازارشون توی یه ساعتایی باز میشه، توی یه ساعتایی بسته میشه. اگر توی گوگل سرچ بکنید یا توی آدرس بار سایتتون سرچ بکنید مارکت 24H clock، اولین گزینه‌ای که میاره براتون market24hclock.com ساعت رسمی بازار فارکس رو گذاشته. من توی گروه اپیمنترمون یه نرم افزار اندروید هم براتون گذاشتم بچه‌ها که آموزش اندرویده. اون رو اگر باز بکنید نصب بکنید، آخرین جزء اون گزینه‌های آخرش گزینه فارکس، همین ساعت زمانی بازار فارکس رو قرار دادم. میتونید خیلی راحت این هم نصب بکنید، ازش استفاده بکنید. ساعت بازگشایی بازارهای مختلف به ساعت رسمی کشور خودمون توش قرار گرفته. در این حال توی این سایت اگر نگاه بکنید یه ساعت رو به ما گفته، ساعت 22 و تقریبا اولوش مثلا 12-13 دقیقه، یه ساعتی تقریبا برای این میگم تقریبا درست نشون میده، ولی اون چیزی که توی اندروید دارید باز فکر میکنم از این هم فارسی هم مطمئن‌تر. این دایره دورش ساعت رو نشون میده 0 تا 24، خاکستریای داخلش دقیقه رو نشون میده 22 و 12-13 دقیقه. اینجا اگر نگاه بکنید زمانی که این عقربه ساعت توی اینها داره حرکت میکنه، ساعت باز و بسته شدن بازارهای مختلف رو بهتون میگه. مثلا این بورس جهانی نزدک فرض کنید از ساعت 6 بعد از ظهر باز میشه تا ساعت 12:30 شب. ما عموما ساعت 12:30 شب بازارامون خیلی از بازارهای اصلیمون بسته میشن. برای همین خیلی از معامله‌گرها از ساعت 12 شب تا ساعت 2 شب ترجیحاً معامله‌ای نمی‌کنند. این مد نظرتون باشه. چرا؟ چون زمانی که این بازارهای بزرگ مالی، میبینید چند تا بازار داره بسته میشه، چند تا بازار پر اهمیتمون هم هستن، اینها زمانی که بسته میشن یه سری نوسانهای شدید قیمتی داریم. یا مثلا خیلی ها توی صف فروشن، مثلا همون لحظه معاملهشون اتفاق میفته، خیلی ها تو صف خریدن، یه افت و نوسان خیلی شدید اتفاق میفته که یه دفعه ممکنه شما اگر معامله‌ای باز داشته باشید طبیعتا حد ضرراتون بخوره یا حد سودتون یهو بخوره، شانسیه، ولی عمده مواقع به ضرر ختم میشه. پس بهتر است بین ساعت 12 تا 2:30 معامله‌ای نکنید توی شب. بقیه ساعت خیلی بازارش تکون نمیده زمان باز و بسته شدن، ولی کن من بارها شده این ساعت تقریبا 6:30 که این بازارها باز دوباره باز میشن، بازه تقریبا ساعت 5:45 دقیقه تا 6:30 همین اتفاق معکوسش برام افتاده. این ساعت ها رو پس چه حالا از این طریق چه از طریق اون اپلیکیشنی که خدمتتون عرض کردم روی گوشیاتون، روی سیستمتون داشته باشید که بدونید چه ساعتی معامله بهتره، چه ساعتی چه بازارهایی باز میشه، کدوم بازارها رو به رشدن، کدوم بازارها از زمانی که باز میشن طبیعتاً عمده بازارها یک معامله شارپی روشون اتفاق میفته. پس زمان ورود بازارها زمانهای خوبی برای معامله های بایی هست. اینا رو مد نظر داشته باشید. پس شد 24 market24hclock.com. این سایتی هست که میتونید در واقع ساعت بازگشایی بسته شدن بازارهای مختلف ببینید. اگر احتمالا ساعت رسمی سیستمتون رو نیاوردین، پایین ساعت قابل تنظیم هست، میتونید تنظیم بکنید که به چه در واقع منطقه جغرافیایی براتون ساعت رو نمایش بده. این از این موضوع. یک سایتی هم داریم به نام فارکس فکچری یا فارکس فکتوری. این سایت رو هم اگر نگاه بکنید
عمده اخباری که برای بازارهای فارکس داریم توی این سایت قرار میگیره. بر اساس اولویت بندی هم هست، ولی چون انگلیسیه ما خیلی رو این سایت کاری نمی کنیم، نمونه های فارسیش خیلی توی اینترنت پره. این اخباری که در آینده توی ارزهای مختلف، جفت ارزهای مختلف و تو ساعات متفاوت و مختلف قراره فرض بفرمایید اجرا بشه و عملیاتی بشه، اینجا براتون لیست شده. پس من مثلا میدونم توی جفت ارز یورو یو اس دی مثلا اگر خواستم معامله‌ای بکنم، میام اینجا اول چک میکنم ببینم یورو یو اس دی الان ساعت مثلا 6 بعد از ظهر تو قسمت نیوزش فرضاً یا تو قسمت کلندرش میتونم چک بکنم یه سری اخبار داره برای فارکس توی فلان جفت ارز 1 ساعت و 45-44 دقیقه قبل اومده، یا توی کلندر اگه نگاه بکنید بهتون میگه برای حوزه یورو یه سری اخبار اینجوری دارید دسته‌بندی که فلان ساعت، فلان روز، فلان تاریخ برامون میاد. میبینید 22 نوامبر ساعت 6:30 بعد از ظهر براتون میاد. اونهایی که قرمز رنگ هستن مثل اینها عموما اخبار خیلی مهمی هستند. ترجیحاً بهتره توی این بازهای زمانی اوایل کار که قدرت تحلیل درست درمونی ممکنه نداشته باشید، اینها رو چک کنید و توی این تایم هایی که قرمز رنگ هستن معاملات کمتری انجام بدید یا اصلا انجام ندید. چون یک اتفاق کوچک این خبر ممکنه مثلا آمار بیکاری آمریکا رو مثلا بیاد ارائه کنه، شما اصلی ترین ارزی که دارید یو اس دی دلار آمریکا هست و طبیعتا اون دلار روی عمده ارزهایی که ما میخوایم کار بکنیم موثره. پس همین در واقع ابزار باعث این میشه که همین اخبار باعث این میشه که تمام تحلیل‌های شما تغییر خبری حاصل بشه توش. ما تغییرات خبری رو با هم دیگه چک کردیم، دیدیم عمده کندلایی که گنده توی چارتا داره میخوره چیزایی هست که مربوط به اخبار مختلفه. پس توی اون بازا هم سعی کنیم خیلی کار نکنیم. بازم میگم این سایت نمونه فارسی فت و فراوون داره. اگر انگلیسی بلدید خودتون انگلیسی اینجا بیاید چک بکنید، اخبارش دسته‌بندی میشن، همه چیش مشخص معینه. اگر نه از سایت فارسی کمک بگیرید، قشنگ اخبار حوزه و این چیزاشو بهتون میگن. مثلا این فرض کنید روی دلار نیوزلند داره کار میکنه اخباراش، میدونید که روی NZUSD دیگه نباید کار بکنید. این هم از این موضوع اخبار. بیایم سراغ این که اصلا این ارزها چی هستند، چجوری قرار شناسایی بشن و امثال اینطور اطلاعات. اگر توی گوگل سرچ بکنید مثلا فارکس کارنسی یا بزنیم 8 ارز اصلی فارکس، یا بزنیم 8 ارز اصلی فارکس، یه صفحه این شکلی براتون میاد. تقریبا توضیح داده بهتون فرانک سوئیس و اینجا هم برامون نوشته دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و انواع ارزهایی که ما باشون کار میکنیم. حروف اختصاریشون هم اینجا برامون درج شده. اینها چی هن؟ ما 8 ارز مهم داریم بچه ها. با همدیگه اسماش رو بنویسیم، با همدیگه این اسامی رو یاد بگیرید، چون اینها مهمترین چیزایی هست که ما در آینده توی فارکس قراره باهاشون کار بکنیم. دلار آمریکا حرف اختصاریش USD،
اوکی، این گزینه. یورو حوزه اروپا EUR. پوند GBP. ین JPY. دلار کانادا CAD CAD. دلار استرالیا AUD. فرانک سوئیس CHF. دلار نیوزیلند NZD. چند تا شد؟ 2 تا، 4 تا، 6 تا، 8 تا. اینها رو بهشون میگن در واقع فارکس میجر یا ارزهای اصلی بازار فارکس. در واقع اگر ما بخوایم اصل این رو نگاه بکنیم، ما 7 تا ارز اصلی داریم. این 1 2 3 4 5 6 7 که با USD یا دلار آمریکا دارن تلفیق میشن یا اصطلاحاً دارن معامله میشن. به چه نحوی نوشته میشه؟ به عنوان مثال اگر این دوتا با همدیگه تلفیق بشن، من باز رنگش رو تغییر بدم، اگر این دوتا با همدیگه تلفیق بخوام بشن، ارز حاصلمون میشه EUR USD یا یورو USD که این رو اگر راحت تر بخوایم نگاه بکنیم اینجوری می نویسن. اینم USD. این یعنی چی؟ اینو بهش میگن یه جفت ارز. مثلا ما هم اگر این آدم سیستم ورود مالی داشتیم و به سیستم های در واقع FATF و همسال هم وصل بودیم، الان ارز ما هم میشد USD IRI. ولی خب نداریم، پس کاری به این نداریم فعلا. در این حال هر زمان ما توی صرافی میریم یک دلاری رو میخوایم خریداری بکنیم، میخوایم بالواقع این دلار رو خریداری بکنیم، یک ارزی در قبالش باید بدیم. درسته؟ پس ما زمانی که داریم برای خودمون، برای صرافی‌های داخل ایران، من اینو به عنوان مثال میزنم، این وجود نداره، من اینو برای مثال میزنم، میریم صرافی میگیم آقا این 28,500,000 تومان به قیمت امروز به ما $1000 بده. میتونیم به صرافی به قیمت امروز به ما $1000 بده. میتونیم به صرافیمون بگیم یا این عملی که داریم انجام میدیم رو اصطلاحاً بهش بگیم USD IRI. یعنی چی؟ یعنی آقای صراف،
من میخوام به شما ریال بدم دلار بخرم. شد تا اینجا؟ پس زمانی که ما گفتیم برای این دوتا میخوایم یه معامله ای انجام بدیم، توی این چیزی که اینجا نوشتیم ما میخوایم یورو بخریم، اینم خرید، پس دلارمون رو میفروشیم که باهاش یورو بخریم. اوکی شد تا اینجا؟ حالا تمام این 7 ارز ترکیب میشن با USD. یعنی چیا داریم؟ در واقع داریم یورو USD، GBP USD، GBP USD، USD JPY، USD CAD، IUD USD، USD CHF، NZD USD. چند تا شد؟ 2 تا، 4 تا، 2 تا، 4 تا، 6 تا، 7 تا. پس 7 تا جفت ارز اصلی داریم به علاوه معامله طلا، یعنی گلد به USD. حل تا اینجا. اینو فعلا فاکتور بگیرید، میرسیم بهش. ولی به صورت عملی و واقعی اگر ما بهش نگاه بکنیم 8 تا جفت ارز اصلی داریم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 که اینها از ترکیب با USD درست شدن. طبیعتا ما USD که نمیتونیم داشته باشیم دیگه، خودشو با خودش نمیتونیم داشته باشیم. این 7 میجر فارکس هستن یا ارزهای اصلی که ما توی فارکس داریم و میتونیم خرید و فروش، یا جفت ارزهای اصلی فارکس. در کنار اینها غیر از USD ها که یعنی غیر از ارزهایی که لزوما یه طرفش USDه، این الان یه طرف USD، این یه طرف USD، این هم همینطور، این هم همینطور، این هم همینطور، این هم همینطور، این هم همینطور. این ارزها، جفت ارزها، زمانی که یه طرفشون USD باشد، ما وقتی که معامله‌ای باهاشون انجام میدیم کمیسیونمون 1/10 حساب میشه. ولی زمانی که این ارزهای 8 تای اصلی که داریم بیان با هم دیگه تلفیق بشن، دیگه یه ورش USD نباشه. یعنی چی بشه؟ مثلا بشه یورو GBP یا GBP JPY یا مثلا IUD CAD. اگر اینها در واقع این میجرها بیان با هم دیگه
ترکیب بشن به نحوی که یه طرفش دیگه USD نباشه. به اینها میگن در واقع ارزها یا جفت ارزهای کراسز فارکس یا جفت ارزهای فرعی فارکس و کمیسیونی که گرفته میشه از ما 1:20، یعنی 2 برابر ارزهای USD. اگر ما یک معامله اینجا داریم با جفت ارزی که یه طرفش USD هست، اگر یه معامله انجام بدیم که مثلا فرض بفرمایید $10 سود بگیریم، مثلا کمیسیونش باشه $2، همین معامله اگر روی جفت ارزی قرار بگیره که یه طرفش USD نیست، ما باید برای $10 سودمون $4 کمیسیون پرداخت کنیم. پس لزوماً و عمدتاً ما با جفت ارزهایی کار میکنیم که یک طرفش USD باشه، یعنی الزاماً با میجر فارکس ها شروع میکنیم به کار کردن. این اسامی جفت ارزها رو اگر میخواید همین الان یادداشت بکنید، اگر نه دیگه اینو یک جوری توی حافظتون ذخیره بکنید که از این به بعد ما با اینها خیلی کار داریم. همچنین این جفت ارزها یه اسم اختصاری هم دارن، یه اسم عامیانه هم دارن. اونهایی که یه مقداری حرفه‌ای تر کار میکنن دیگه نمیان مثلا بگن AUD سل کردم یا مثلا USD CAD سل کردم. اسم در واقع اختصاری اینها یا اسامی اختصاصی اینها رو میان استفاده میکنن. اگر ما توی گوگل سرچ بکنیم فارکس پیرز abbreviation، اینم abbreviation، میاد اسامی اختصاری اینها رو به همون نشون میده. به عنوان مثلا ممکنه AUD رو اسمشو فکر میکنم گذاشتن اوزی، فکر میکنم اسم این شکلی داره. بذارید ببینم اینجا میاره برامون. نه، عموما اینهایی که حالا بدون تعارف بگم توی ایران خیلی استفاده نمیشه، ولی اینهایی که خیلی دیگه میخوان ادعای اینو بکنن که ما خیلی کار بلدیم و خیلی دیگه حرفه‌اییم، میان از این اسامی در واقع اختصاری استفاده میکنن. این اسامی فقط منم که این همه مدت دارم کار میکنم حقیقتا حوصله حفظ کردن اونا رو ندارم، ولی اگر خواستید حالا جایی استفاده بکنید یا باشون آشنایی حداقلی داشته باشید، بد نیست این اسامی رو پیدا بکنید و بخونید. حالا در این حال شاید 2 جا شنیدین دیگه آبروریزی نشه که اصلا نمیدونید چی هست. اینها رو پس گفتم حالا یا انگلیسیشو سرچ بکنید یا فارسی هم میتونید سرچ بکنید. نام اختصاری جفت ارزهای فارکس فکر کنم داره، حالا من چک نکردم حقیقتا تا الان، ولی فکر میکنم بتونید اینجوری هم پیدا بکنید. ما انقدر اینترنتمون بچه‌ها ضعیفه که سایت ها هم درست برامون بانه. خب مهم نیست دیگه، وقت تلف نکنیم الکی بچه‌ها. اومد بیان اینجا نوشته این یورو نه اینم ننوشته.
اوزی یا آزی. ببینیم اینجوری نمیاره. میشه اسامی مستعار جفت ارزها پس دیگه. حالا ماشاءالله تو فارسی ما همه مدل کلمه داریم. میبینید IDUSD رو مثلا میگن متی یا اوزی، درست شد. یورو به جی بی پی رو مثلا میگن چانل، یورو جی پی وای میگن یو بی، یورو به یو اس دی رو فایبر من شنیده بودم، فیبر حالا میگن اینا، جی بی پی جی پی وای گپی. میبینید کیبل و الاخر اینا رو حالا آشنایی باش داشته باشید، بخونید که در حد در واقع شنیدن به گوشتون آشنا باشه. اسمشون NZUSD کیوی. این هم از این. پس جفت ها رو تا اینجا متوجه شدیم چیه. هر اسمی ما از جفت ارز دیدیم ارز دومی رو داریم میدیم که ارز اولی رو بگیریم. این تا اینجا. ما حالا برای معاملات تو این بازارهامون نیاز به یک کارگزار داریم. ما توی این دورمون از کارگزار لایت فارکس استفاده میکنیم. پس توی گوگل سرچ بکنید لایت فارکس. 2 تا سایت داره. یه lightforex.com هست که عموما برای ایران فیلتره. یه دونه هم سایت داره به نام لایت فایننس فکر کنم، lightfinance-ir.com. من هر 2 تا لینکاشو توی گروه میذارم براتون. یه لینک دعوتم مجددا بچه‌ها براتون توی این میذارم. ترجیحاً با لینک دعوت وارد بشید، چون باز هم نزدیک 30% کمیسیون معاملاتتون رو بهتون تخفیف میده به خاطر اینکه از جانب من معرفی میشید. اگر هم دوست نداشتید میتونید خودتون استفاده کنید. در این حال اگر سایت باز نشد مجبوریم برای این بخش فیلتر شکن استفاده بکنیم. توی ادوب کانکت حضور داشته باشید. من فیلتر شکنم رو وصل کنم. اگر قطع و وصل شدید باشید تا من برگردم فیلتر شکنم وصل بشه، باز ادامه صحبتامو انجام میدم. صدا و تصویر رو دارید بچه ها؟ درست صدا و تصویر؟ خب میایم وارد سایت lightforex.com میشید. بذارید ببینم باز میکنه این سری. سایت lightforex.com یا lightfinance-ir.com. گفتم لینک دعوت ها رو باز میفرستم براتون. با اون لینک دعوت برین که لزوما ایرانی شناسایی بشید و بتونید راحت ثبت نامتون رو انجام بدید. گزینه ثبت نام رو میزنید یا از اون لینک دعوتی که من زدم اون لینک دعوت رو روش کلیک میکنید، وارد صفحه ثبت نام میشه. یه سری اطلاعات اولیه ازتون میگیره به علاوه ایمیل و یه سری چیزای این شکلی. ثبت نام اولیتون اتفاق میفته و مشابه این هست که الان من وارد پنلم بشم اگر اروری نخوریم و درست کار بکنه. خب ببینید اولین باری که بچه ها صدا تصویر هست مجدد چک بکنیم ببینیم درسته. صدا تصویر هست بچه ها؟ خب اولین باری که وارد پنلتون میشید
روی این اسم کاربریتون کلیک میکنید، میایید قسمت پروفایل من. توی قسمت پروفایل من یک تبی داره به نام تاییدیه مشخصات. توی این تایید مشخصات ایمیلتون به صورت پیش‌فرض نوشته شده. یک کد تایید براتون ارسال میشه توی ایمیل. وارد ایمیلتون میشید، کد تایید رو اینجا میزنید. یک شماره موبایل، یه شماره فارسی ایرانی، یه شماره معمولی بدید. یه شماره موبایل بهتون باید ثبت بکنید. یه اسمس تایید میاد، کد اینجا وارد میکنید. بخش احراز هویتتون، یه عکس، یه پاسپورت، یه عکس کارت ملی، یه چیز این شکلی ازتون میخواد. گواهینامه، هر چیز عکسدار که اسم و مشخصاتتون توش نوشته شده باشه. اینجا اون عکس رو هم و اطلاعات شناسنامه‌ای رو در واقع وارد میکنید. ببینید به این نحوی از اطلاعاتی که میگیره به همین شکله. و سابقه سیاسی و نمیدونم شخصیت سیاسی اینطور چیزا که ما طبیعتا نیستیم. در نهایت یه قسمتی داره به نام اثبات آدرس. یک قبض خدماتی، آب، برق، گاز، تلفن، هر چیزی که آدرس نوشته شده روی اون قبض با آدرسی که توی مشخصاتتون وارد میکنید مطابقت دارد. یک قبض پیدا میکنید، این قبض رو، عکسش رو با آدرس دقیقتون و کد پستی که ثبت کردید توی این بخش وارد میکنید. بعد از اینکه اینا همه انجام شد، اگر 1% لابلای اینها مشکلی داشتید، سمت چپ صفحه چت رو دارید. یه گزینه داره به نام تیم پشتیبانی. فارسی مرتب میتونید ازش سوال بکنید. حالا من انگلیسی پرسیدم. فارسی مرتب اینجا متنتون رو بنویسید. مشکل من اینه، چرا تایید نشده، چرا فلان نشده، چیکار کنم. تمام جزئیات رو به صورت فارسی بهتون جواب میدم. پس این کار رو انجام میدیم. تمام انتهای کارتون، بعد از اینکه اینها همه تایید شدن، یه تیکی داره درخواست حساب اسلامی. اینو جلسه بعد دلیلش رو بهتون توضیح میدم. این رو حتما تیک بزنید. به جملهش کار نداشته باشید، حتما تیک بزنید، چون اگر تیک نخوره جلسه بعد توضیحش رو میدم چرا. هر روز از پولتون یه مبلغی کسر میشه، اینو در جریان باشید. پس درخواست حساب اسلامی رو میزنید. این که اتفاق افتاد، احراز هویتتون به اتمام رسید، میاید مشخصات و پروفایلتون کامل شده، میاید توی بخش عرض به حضورتون چرا اینا قفل کرد ای بابا. میاید توی بخش متا تریدر سمت راست. تا قبل از این ما اومده بودیم اینجا پروفایل من، یا همینجا سمت راستتون هم توی این منو پروفایل رو داره. تایید مشخصاتمون انجام شد. اگر تایید 2 مرحله‌ای و اینطور چیزا هم تو گوگل اتنتیکیشن و امثال هم خواستید میتونید اینجا فعالش بکنید. SMS همه مدل داره. بعد از اینکه کارتون تموم شد، میاد تو قسمت متا تریدر. توی متا تریدر یک دکمه این پایین داره نوشته حساب باز کنید. این دکمه حساب باز کنید رو میزنید. اینهاش رو دست نزنید. 1/200 ارز USD، اینا همه رو توضیح میدم چیه. فقط میاد یک حساب MT4 دمو ECN، همین چیزی که دیفالت نوشته MT4 دمو ECN، اهرم 1/200
ارز USD. اینا رو انتخاب میکنید، باز کردن حساب رو میزنید. باز کردن حساب رو که بزنید یه مدت زمان کوتاهی طول میکشه. بعد از یه تایمی یک ایمیل براتون ارسال میشه. توی ایمیل از همین متا تریدر براتون ارسال شده، در واقع از لایت فایننس ارسال شده یا لایت فارکس، نوشته شما شماره حسابتون اینه، 2 تا رمز دارید، یک گذرواژه معامله‌گر، یک گذرواژه سرمایه گذار. این 2 تا رو براتون ایمیل میکنه. بعد از اینکه ایمیل کرد و این حساب اجرا و فعال شد، ترجیحاً، حالا روی اینا که حساب دموه خیلی مهم نیست، برای حساب اصلی هم میگم بهتون، ترجیحاً بیاید رمزش رو دستی خودتون اینجا ویرایش بزنید، رمزش رو تغییر بدید. ولی اگر برای این حسابای دمو نیازی به قول خیلی اهمیتی نداره، پولی توش نداریم، مهم نیست، با همین شرایط هم میتونیم استفاده کنیم. یک حساب پس براتون باز شده، این شکلی نوشته MT4D، حالا یک عددی. اگر سمت چپ این رو نگاه بکنید یه لینک داره نوشته دانلود ترمینال. این رو اگر روش کلیک بکنید نرم افزار متا تریدر 4 از همین سایت براتون دانلود میشه، میبینید، و شروع میکنه به دانلود کردن روی سیستمتون تا دانلودش به اتمام برسه. بعد از اینکه دانلود به اتمام رسید یه نصب خیلی ساده داره، 4 تا نکس 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 میزنید، این استال تموم میشه. بعد از اینکه این استال به اتمام رسید میاید متا تریدر رو با این اسم اومده لایت فارکس MT4 با این اسمه، بازش میکنید. یک صفحه تقریبا شاید حالا شکلش فرق بکنه یک کمکی، فردا به صورت کامل، جلسه بعدی به صورت کامل با متا تریدر هم کار میکنیم. یه صفحه این شکلی براتون باز میشه، یه صفحه این شکلی. خب یه پنل اینجا دارید، پنل نویگیتر. اگر نبود این پنله که محاله، بیایید از تو منوی عرض به حضورتون ویو، نویگیتر رو دارید، از اینجا بازش بکنید، این هم نویگیتر. این پنل میاد براتون. خب توی این پنله یه گزینه داره نوشته اکانت. روی اکانت کلیک راست بکنید، یه گزینه داره به نام لاگین تو ترید اکانت. این رو که زدید اون ایمیلی که براتون ارسال شده یک سرور براتون فرستاده، یک نام کاربری، یه پسورد. سرور، نام کاربری، پسورد. پس همینا رو مستقیما و به ترتیب اینجا هم وارد میکنید. نام کاربری، پسورد، سرورمون چیه، از اینجا میتونیم 2-3 نوع انتخاب بکنیم. حسابی که ما باز کردیم حساب دمو بود دیگه، پس حساب دموش رو انتخاب میکنیم. اگر احتمالاً سرور رو چیز دیگه ای از این مدل بهتون داده بود، همون سروری که بهتون گفته توی ایمیل رو انتخاب بکنید، ولی عموماً دموه. اینها رو که ثبت کردید دکمه لاگین رو میزنید، وای میستید، یه صدای دلینگ اینجوری براتون پخش میشه. بعد از اینکه لاگین اتفاق افتاد یه صدای دلینگی براتون پخش میشه. این پایین یه تبی داره نوشته ترید و داخل این تبه اینجا براتون می نویسه بالانس 0 USD
اکویتی 0، فری مارجین 0. تا اینجا حساب رو افتتاح کردیم. درست شد؟ حالا میخوایم این حساب رو شارژ کنیم مجازی. برمیگردیم توی سایت لایت فایننسمون اینجا. خب میایم روی حالا یا پروفایل یا بخش دارایی ها، فرقی نمیکنه، روی یکی از اینها که بیاید، این پایین صفحه اگر دقت بکنید 2 تا دکمه داره، برداشت وجه، سپرده. شما هم طبیعتا اینجا نوشته توی حساب آزمایشیتون هستید، میزنید سپرده، بهتون میگه حالت آزمایشی چقدر میخواید پول بذارید. همه دوستان بلا استثناء این رو میزنید $1000 برای حساب اولی که درست میکنید. بیشتر نزنید، فعلا کار داریم با این. فقط میزنید $1000 میخوایم به این حساب اضافه بشه و ادامه دهید. این هم شد شارژ $1000 این حسابتون. من توی حسابم $700-800 موجودی داشت تا قبل از این در واقع شارژ حساب که انجام شد، که باز شارژ حسابم انجام شد، تموم. الان اگر برگردم توی متا تریدر میبینید سریعا اینجا شد $1706. درست شد؟ تا اینجا رو همه دوستان اجرا بکنن. انشالله جلسه آینده کار کردن با متا تریدر و یه سری دیگه از در واقع امکاناتی که پیش رو داریم رو حتما با هم دیگه کار میکنیم. یه سری از اندیکاتورها، یه سری از در واقع اسیلاتورها و خود کارکرد اصلی با متا تریدر رو هم پیش رو میریم. انواع معاملاتی که میتونیم انجام بدیم و روندهایی که تا الان رفتیم و اجرا کردیم و انواع سودگیری، ضررگیری. فقط روندهایی که گفتم رو بچه ها عیناً متناسب با همون چیزی که گفتم باز میکنید. حساب دموی ECN اهرم 1/200 USD حسابتون هم $1000 بیشتر شارژ نکنید.